سلام عزیزان دلم، خدمتون رسیدم با یه ویدیو جدید در خصوص ذات. قبلش توضیح بدم این لباسی که من پوشیدم سردمه، فکر کنم سرما خوردم. صدام اگه خوب نیست به بزرگی خودتون ببخشید. یه سری از عزیزان خواستن که در مورد ذات صحبت کنیم. ذات، زیاد تلاش نکنید ذات دیگران رو بتونید تغییر بدید. ذات هیچ شخصی قابل تغییر نیست. زیاد زور نزنید اون طرف مقابلتون رو اونطوری که خودتون میخواید تغییر بدین ذاتشو. ذات هیچ آدمی توی هیچ جایگاهی غیر قابل تغییره. شاید بتونه کنترلش کنه، شاید بتونه حواسش باشه به رفتارش، گفتارش، کردارش، جورایی بخواد کنترل بکنه خودشو، اما اینکه بتونه ذاتشو تغییر بده نه. در یک کلام کاش که همه آدما میتونستیم مثل گندم باشیم. دقت کردید گندم تو سخت‌ترین شرایط یه چیز بهتر از آب در میاد. گندم رو تو خاک میذارن، جوونه میزنه 100 برابر ریشه میکنه و بیرون میاد، از دل خاک بیرون میاد. میذارن زیر سنگ آسیاب و آردش میکنن، به چندین مورد نون و کیک و نمیدونم 1000 جور چیز، شیرینی و اینجور چیزا ازش دست میگیرن و به قیمت‌های بالاتر میفروشن. هر بلایی سرش میارن یه چیز با ارزش‌تر بیشتر و بهتر تحویل میده. پس سعی کنین عزیزان دلم ذاتتون مثل گندم باشه. میبوسمتون در پناه خدا.